نمیدادند. ولی بله جواب میگفتن که ما بری هستیم از این تهمت ها، پاک هستیم، بهتان هستیم، تمام است. اما در مسئله عقاید، در مسئله دین، وقتی که جماعت نفر می آید منهجی باطل رو میخواهد منتشر بکند، در این حالت البته که منهج رسول الله معروف بود که به شدت پیش راهی این منتشر شوی فساد رو میگرفتن و صحابگان به شدت میگرفتن رضی الله عنهم. و ما هم در همین منهج هستیم. البته جواب گفتن به اقبال کبوتر و عبدالرحمن قطنبه به پایان نرسیده است. ما به این قطنبه و کبوتر جواب میگوییم. دو جواب گفتیم. جواب اول به تهمت ها و جواب دوم یک جواب علمی بود و من البته این جواب را برای برادران و خواهران موحدم کردم، زیرا این اهل بدعت سخن ما را اصلا گوش نمیکنند. شما فکر میکنید که اقبال کبوتر و عبدالرحمن قطنبه مدخلی شما فکر میکنید سخنهای ما را گوش میکند، طاقت میکند 100 گوش میکند؟ نه، اونها گوش نمیکنند. اگر اونها گوش میکردند سخنهای از ما بزرگان را گوش میکردند، سخنهای علمای کبار را گوش میکردند. اونها اگر حق خواه می بودند و گوش میکردند سخنهای علامه ها را که اهل سنت و جماعت وفات کردند و زنده هستند و امروز در بین امت هستند گوش میکردند. این علامه های اهل سنت زنده هستند، 1 نفر 2 نفر 3 نفر نه، 10 نفر هستند مشایخ ها. لیکن اینها مشایخ را، علما را، علامه های اهل سنت را که وقتی گوش نکردن مرا هرگز گوش نمیکنند. اینها خیلی متکبر هستند، نظرشون نمیگیرند. به مانند مشرکین قریش و اذا قیل لهم لا اله الا الله اذا هم یستکبرون، وقتی که به اونها لا اله الا الله گفته میشد کبر میکردند، قبول نمیکردند. میگفتند این محمد یتیم است، این کی است که ما را به لا اله الا الله دعوت میکند؟ کی است که به ترک الهانمون دعوت میکند؟ کی است که دین اجداد گذشته ما را انکار میکند؟ گویان از سبب کبر قسمی از اونها قبول نکرد. من این سخنهایی که میگویم برادران و خواهران عزیز، مقصد ردهایی که به اهل بدعت میزنن 1 ساعت 1.5 ساعت 50 دقیقه و 60 دقیقه، این برای بیان کردن مسئله به شما اهل توحید است. به شما برادران و خواهران موحدم من این صحبت ها رو میکنم که گوش کنید. مثلا اونها گفتند که این یک حزبی و آذری 2 مشرک دموکراتی ها در یک جا جمع شدن، گفتند که خب دین ما تقسیمات ندارد و هر کسی که دین ما را تقسیم میکند، اقبال کبوتر میگد که این خوارج است، عبدالرحمن مدخلی قطنبه میگد که البته این میگد چی است؟ یک گمراهی است و عقیده باطل است. میگد ما باید به این رد زنیم و ما به شما اثبات کردیم، انا همین اثبات کردیم که شما موحدین در همین مسئله تقسیمات دین به اصل دین و فروع دین یا به ظاهر و به خفی باید اعتقاد داشته باشید. این هم یکی از دروازه های علم است و این منهج سلف صالح است و ما 10 سخن سلف صالح را آوردیم و این چنین سخن شیخ الاسلام را آوردیم و 3 مذهب را در این بالا ذکر کردیم به خاطر شما که موحدین علم داشته باشید. این یکی از شبهات همین مشرکین است که به واسطه همین شبهات شما را گمراه میکنند. اگر شما به این گفته این مشرکین باور کردید و گفتید که بله دین ما تقسیم نمی شود، شما از این دو را حتما یکیش رو باید قبول کنید. از این 2 منهج حتما یکیش رو قبول کنید. کدام منهج؟ یا خوارجی رو قبول کنید یا جهمیگی رو قبول میکنید. اگر شما تقسیمات دین رو به اصل دین و فروع یا ظاهر و خفی انکار کنید، یا شما منهج خوارج رو درست میگوید یا شما منهج بارک الله فیکم جهمی ها رو درست میگید. زیرا که خوارج ها تقسیمات دین را انکار کردند و
همه مسائلات واجبات را اصول دین خواندند و امت را تکفیر کردند، تکفیری شدند، گفتند که تقسیمات نیست. و جهمی ها تقسیمات دین را انکار کردند و اصول دین را به درجه پایان فرا آوردند، به درجه فروعات معامله میکنند. جهمی ها اصول دین را به رتبه، به درجه و طبقه فروعات نازل کردند و به اصول دین همچون فروع دین معامله میکنند. خوارج ها فروع دین را یا احکام را بالا بردند غلو کردند و به فروعات یا به مسائل درجه احکامی معامله همچون اصول دین میکنند. اما اهل سنت و الجماعت وسط هستیم، ما وسط هستیم. اصول دین را اصول دین میگیم و به اصول دین معامله خاص داریم، احکام خاص داریم، حکم های خاص داریم. و ما میگیم که در اصول دین اختلاف وجود ندارد، اجتهاد وجود ندارد، خطاکار معذور نیست. و به همه این سخنهایمان اصول مذهبی اهل سنت را از سلف صالح ذکر میکنیم. اما میگیم این چنین دینی ما فروع دین دارد که در اینجا بله کسی خطا کرد خطاکار گفته میشد. علما اجتهاد کردند یک ثواب گرفتن، میگیم اگر خطا کنند، حتی اگر اجتهادشان درست براید، دو ثواب میگیرند، ثواب اجتهاد و ثواب درست و اصابت. و حکم خاص، معامله خاص به فروعات داره. انا این رو میگن تفصیلات، تحقیقات و تدقیقات. و انا این رو میگن درک مسئله. خیلی که بارک الله فیکم ابن القیم الجوزی گفتند ما علم داریم، فهم داریم، مرتبه دوم فهم است، مرتبه سوم درک است. علم را بسیار انسان خواندنش ممکن است، در نزد علما نشستن و کتاب خواندن را بسیار انسان انجام دادنش ممکن است. اما از درون این انسانهای علم خوان و طالب علم و عالم یک اندک همون خوانده خود، گوش کرده خود را میفهمند، اندک میفهمند، همه نمیفهمند. فهم یعنی علم آموختن دیگر چیز است، فهمیدن این یک توفیق خاص الله، خیرخواهی الله به یک بنده است و این چیز دیگر است. و بعد از فهم مرتبه سوم داریم که این را میگویند درک المسائل، یعنی یک مسئله را به تفصیلات، تقسیمات، نمودها، به تمام دلیلها، مذاهب و ضعیفی و صحیح، به تمام کشف شبهات فهمیدن و عمیق و دقیق از همه جانب فهمیدن، این را درک میگویند. و در مسئله درک شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی رحمه الله گفتند که اندکترین مردم به درک نصیب میشن. درک بالاترین درجه علم است. درک بالاترین درجه علم است. و در مسئله درک کم هستند کسانی که به این توفیق نصیب شده باشد. و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی به من شما درک نصیب کنه، در کل مسائل نصیب بکنه. بسم الله. بالاخره این بود در مسئله اصول دین. لیکن ما انشاءالله رد نوبتی ما به عبدالرحمن قطنبه، مدخلی مشرک، و عبدالرحمن فاتح یعنی قطنبه و اقبال حزبی مشرک، انشاءالله رد نوبتی ما در مسئله این که هر دوی این مشرکین ما را، اهل سنت را میگویند که اینها یعنی ما طالب علمان اهل سنت را تکفیری میگویند و میگن که ابو محمد و دیگر طالب علم های اهل سنت اینها مسلمان ها را تکفیر میکنند. ما در همین نقطه باید گپ بزنیم. البته در آینده حالا نه، حالا ما امروز درس شروع میکنیم. شاید بیگاهی شب ما بارک الله فیکم میگویم مختصرا، اگر در 2 دقیقه گویم میگیم که ما
همون کسانی رو تکفیر میکنیم که الله و رسول تکفیر کرده، صحابگان شاگردان رسول الله تکفیر کرده. و ما همون کسانی رو تکفیر میکنیم که قبوری هستند، یعنی شرک اکبر، کفر اکبر رو انجام میدهند، نواقض الاسلامی مجمع علیه رو انجام میدهند. وقتی که دیدیم بالعین یک آدم دیدیم تکفیرش میکنیم، وقتی که ندیدیم ما بالعموم هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر کرد میگیم کافر است. یک آدم معین دیدیم بالعین تکفیر میکنیم در مسئله کفر اکبر شرک اکبر ظهور. اینها میگن که نه شما مسلمان ها رو تکفیر میکنید. اکنون اختلاف ما با این یک حزبی ها و با این مدخلی ها در کجا است؟ خوب دقت بدید. اختلاف ما در این مسئله است که مسلمان کیست؟ مسلمان کیست؟ پیش از این که ما در مسئله تکفیر با این جهلا جهمی های خوبسا صحبت کنیم، پیش از این که در مسئله مشرک صحبت کنیم، ما باید در مسئله مسلمان صحبت کنیم. والله حزبی ها، مدخلی ها، این خوبسای قبوری ها تا به حال نفهمیدن که مسلمان کی هست. قرآن، سنت و صحابگان رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنهم اجمعین کی را مسلمان گفتن؟ الله کی را مسلمان گفته است؟ رسول الله کی را مسلمان گفتن؟ الله میگوید فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فاخوانکم فی الدین. اگر توبه کنند مشرکین از شرکشان و لا اله الا الله را قبول کنند و عمل کنند، یعنی شرک ترک کنند، کفر اکبر شرک اکبر ترک کنند، نماز خوانند و زکات بدهند، برادر مسلمان شما. کسی که شرک ترک نکند، کسی که نماز نخواند، آیا برادر مسلمان ما هست یا نیست؟ الله میگه که نه، این برادر مسلمان شما نیست، این مشرک است، این کافر است. این انسانی که شرک ترک نکرد، توحید نفهمید، جاهل در توحید است، این دشنام دهنده الله است. خیلی که در صحیح بخاری آمده است هر کسی که شرک میکند دشنام الله میکند. هر کسی که شرک را انجام میدهد از بالای الله به مخلوق شکایت کرده است، به مخلوق رفت و شکایت کرد که الله این خلاص و اون خلاص، یعنی الله را در نزد مخلوق الله را شکایت کرد. اعوذ بالله. در صحیح بخاری آمده است که هر کسی که غیر الله را عبادت میکند به الله فرزند را نسبت میدهد، این دشنام داده است الله سبحانه و تعالی، تحقیر کرده است الله سبحانه و تعالی. این مسلمان نیست. اگر چی یک آدمی که نماز میخواند، روزه میدارد، زکات میدهد، ولی که قبر میپرستد، این مسلمان نیست. این در قرآن است، این دین همه انبیاء و مرسلین است و این دین صحابگان این امت و این دین آورده رسول الله و این دین ما اهل سنت و مسلمان ها پیروان قرآن و سنت با فهم تلفین است. پیامبر صلی الله علیه و مسلمان رو کی را مسلمان گفتن؟ گفتن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو مسلم. هر کسی که نماز خواند، همون قبله را قبله ما گوید، ذبیحه کشته ما را خورد، یعنی ظاهرا نماز خوان باشد و شرک کفر اکبر او را نبینیم، مسلمان میگیم، مسلمان حکمی نه حقیقی. پیامبر صلی الله علیه و در حدیث دیگر گفتند من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و کفر ورزد به غیر الله، یعنی کفر ورزد به طاغوت، مسلمان است. پیامبر گفتند من مات و هو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که میمیرد، وفات میکند در حالتی که میداند که معنای لا اله الا الله چی است، نیست معبودی بر حق بجز الله است، کفر بالطاغوت، براءت، نفی از این تکفیر مشرکین با خبر است، موالات، البته ایمان به الله و موالات با خبر است، البته داخل جنت میشه. محمد رسول الله را البته با ارکانش بگید. انا این است مسلمان، یعنی مسلمان کسی هست که ما او را نمازخانیش را ببینیم و از او شرک و کفر را ندیده باشیم. خیلی که مذهب سلف است. من البته در آینده وقتی که به این مشرکین رد میزنم، تمام سخن سلف رو میگم که سلف صالح تنها به نماز یک نفر رو مسلمان میگفتن، نه به زکات، نه به حج، نه به روزه.
باور میکنید سخنهای سلف من به شما ان شاء الله میبرم در آینده. سلف صالح به روزه و به حج و به زکات حکم نمی کردن، بلکه به نماز حکم میکردن. حاجی ها رو ما چرا مسلمان میگیم؟ برای اینکه نه فقط به خاطر حج، به خاطر نماز. حاجی میرد نماز میخواد. نماز رو دیدی، هر شخصی رو دیدی که نماز رو میخواند و نمازش مثل اهل سنت، یعنی یکی از این 4 مذهب است، و قبر پرستی و کفر شرک رو از او ندیدی، این مسلمان معین رو، این انسان معین رو مسلمان میگویی. و هر کسی معینی را دیدی که خود را مسلمان میگوید، نماز میخواند، لیکن قبر پرستی میکند، استهزاء الله و رسول دین را میکند، دشنام میدهد، ساحر است و دعواگر علم غیب است و موالات به کفار و مشرکین میکند و غیره، انا این انسان را چی میکنی؟ معین مشرک میگی. چه خیلی که به نماز حکم ظاهر دادی و معین مسلمان گفتی، به شرک حکم ظاهر میدی و یک آدم معین را مشرک و کافر میگی، کفر اکبر و شرک اکبر ظاهر. بالعموم میگویی هر کسی که نماز خوان است مسلمان است، هر کسی که شرک اکبر کفر اکبر ظاهر را میکند کافر است. بالعین هر کسی را دیدی که نماز خوان است و کفر شرک او را ندیدی مسلمان است، هر کسی را دیدی که کفر شرک میکند کافر است. انا همین است. اما در نزد این مشرکین، یعنی در نزد حزبی ها و عازری ها، عبدالرحمن قطنبه و جماعتش، در نزد اینها مسلمان کسی هست که قبوری، رافضه ها را اینها مسلمان میگن، خبر پرست ها را مسلمان میگن، دموکرات ها را مسلمان میگن، انکار کنندگان شریعت الله، حکم الله را مسلمان میگن، حکم کننده به حکم غیر الله را مسلمان میگن، دشنام دهندگان و استهزا کنندگان دین و پیش از همه الله و رسول و قرآن را مسلمان میگویند. و اینها لشکران طاغوت را، دشمنان الله و رسول را مسلمان میگویند. در نزد اینها مسلمان کسی هست که از پدری یا مسلمان تولد شده باشد یا خودش را مسلمان گوید، تمام است. نواقض الاسلام در نزد اینها وجود ندارد. یعنی اینها قبوری ها را مسلمان میگویند و ما قبوری ها را وقتی که مشرک گفتیم، اینها میگن که شما خوارجید، زیرا که مسلمان ها را تکفیر کردید. میگن ما میگیم که ای جهلا، ای خوبسا، ای متهمین، ما مسلمان ها را تکفیر نکردیم، ما قبوری را تکفیر کردیم. مسلمانی که نماز میخواند و کفر شرک اکبر نمیکند، ما البته این مسلمان میگیم. و منهج من منهج سلف است. پیش منهج یعنی قرآن و سنت فهم سلف این امت است. خیلی که حضرت ابوبکر صدیق یک جماعت رو، یک قوم رو مسلمان میگفتند، ولی این قومی که مسلمان بود آمد و زکات رو نمیدهیم، مانع زکات شد، تکفیر کرد. نماز میخوند اونها، روزه میداشتند اونها، لیکن ابوبکر صدیق گفتن کافر است، زیرا که کفر اکبر را انجام. در زمان ابوبکر و عمر مسیلمه کذاب به نزد رسول الله آمده مسلمان شده بود، قومش مسلمان بود، ولی بارک الله فیکم نماز میخوندم، بله زکات و روزه و حج اینها را قبول داشتن، لیکن مسیلمه کذاب بعد از رسول الله خودش را میراثبر رسول الله رسول اعلان کرد با سخنهای دروغ و شاهدهای دروغین. و بسیار مردمی که در همون قوم بود به او باور کردند. رسول صحابگان رسول اکرم اونو تکفیر کرد، نگفتن که مسلمان است، گفتن که مسلمان بود، این بعد کافر شد. به اسلامش مسلمان شده بود، به کفرش، یعنی وقتی که اسلام را در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر کرد مسلمان شد، ولی وقتی که کفر را ظاهر کرد کافر شد. در زمان حضرت علی رضی الله عنه پیروان او مسلمان بودن قسمی، ولی غلو کردند، آهسته آهسته آمدند در حق علی غلو کردند و علی را اله گفتند. علی اونها را نگفت که اینها مسلمان، من تکفیر نکردم، گفت مسلمان بودند لیکن به کفر اکبرشون کافر شدند و اونها را در زیر آتش قتل شد. اگر ما این چنین مثال ها را از قرآن و سنت، از حیات خود رسول الله تا امروز بیاریم، هزارها مثال میبریم، هزارها، صدها، نه خب بگیدن صدها، یعنی از زمان رسول الله تا امروز این چنین قصه زیاد است. در زمان رسول الله پیامبر صلی الله علیه و سلم
مسلمان های در عهدشان بوده را جمع کردند، گرفتند، رفتند به جهاد با اهل کتاب به تبوک، 900 کیلومتر دورتر از مدینه تقریبا، که 20 روز راهش بود، یا یک ماهینه راه بود، یک ماه میرفتن یک ماه آمد، 20 روز در اونجا ایستاد. همراه رسول الله یک چند آدم های بود که مسلمان برآمده بود، همه اونها را مسلمان میگفتند. لیکن وقتی که به تبوک رسیدن، همین مسلمان، همین آدمی که حکم مسلمانی داشت، همه او را مسلمان میگفت، استهزا کرد. استهزا به الله و رسول و آیت های او کرد، استهزا به صحابگان کرد. صحابگان را الله تزکیه داده بود، از اونها راضی شده، لیکن اینها مسخره میکنند. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی خودش تکفیر کرد، الله و رسولش تکفیر کرد. نگفتند، الله نگفت که بله اینها مسلمانی را قبول کرد، ما دیگر اینها را تکفیر نمیکنیم. نه، ببینید اسلام دروازه ورود دارد، دروازه دارد که به واسطه این دروازه به اسلام داخل میشه، و اسلام با دروازه های گوناگون دارد که اگر خودت رو احتیاط نکردی، دینت رو احتیاط نکردی، از دیگر دروازه باز میبروی، از دین باز میبروی، کافر شدن ممکن است. برای همین این یک به طرز خیلی هم عادی و ساده برای شما هست برادران عزیز، خواهران، بالاخره از منهج اهل سنت و الجماعت با خبر باشید. این مسئله که من حالا گفتم مختصرا حکم به ظاهر میگه، حکم کردن به ظاهر انسان. ظاهر انسان مسلمان باشد مسلمان است، ظاهر انسان کفر اکبر شرک اکبر کرده باشد کافر است. منهج اهل سنت همین است، نحن نحکم بالظاهر والله یتولی السرائر. ما به قلب انسان نه در ایمان و نه در کفر به قلب انسان نظر نمیکنیم. هر کسی که اسلام ظاهرا خودش مسلمان گفت، ما مسلمان میگیم، قلب او را ما نمیدونیم. شاید قلب او منافق باشد، لیکن ما وظیفه دار نیستیم که به قلب او نظر کنیم. خیلی که حدیث اسامه معلوم است و غیره و غیره، حدیث های زیاد در این باب ان شاء الله در آینده ذکر میکنیم. کسی که کفر اکبر ظاهر کرد، ما به قلب او نظر نمیکنیم که قلبی چه است. برای چی؟ برای اینکه غیر از الله از قلب او ما هیچ کسی از این ما از انسان ها از جن ها با خبر نیست. غیر از الله هیچ کسی با خبر نیست. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از قلب مردم با خبر نبودند. خیلی که در حدیث قصه اون نامه به ما بیان میشد. حدیث بارک الله فیکم که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نفر رو دیدن که کفر رو انجام داد. حضرت عمر در نزد رسول الله او رو تکفیر کردند. رسول الله با حضرت عمر انکار نکردند ولی جبرائیل نازل شد و از جانب الله به پیامبر خبر داد که قلب این انسان صادق است. بعد از این پیامبر به حکم قلب او حکم کرد. یعنی حکم به ظاهر است برادر عزیزم، حکم به ظاهر است، در کفر ایمان به ظاهر است. ولیکن افسوس که در این مسئله حکم هم حکم انسان ما باز سه مذهب داریم. مذهب اهل سنت رو حالا شما دیدید، فهمیدید. دو مذهب باقی مانده، مذهب خوارج و مذهب جهمی است. دو قنات شیطان است. مذهب خوارج یک قنات چپ شیطان، مذهب جهمی ها قنات راست شیطان. زیرا که ضرر جهمی ها از خوارج ها به مراتب زیادتر است و جهمی ها به مراتب کافرتر از خوارج ها است و فاسدتر و خبیثتر است. بالاخره شیطان دو قنات دارد. در بین این امت شیطان دو قنات دارد. قنات راستش، بزرگترین قنات شیطان این جهمی ها هستند. این خوبسا به اشکال گوناگون، قبوری های صوفی، جهمی های رافضی، جهمی های اشعری و ماتریدی، جهمی های حزبی، اشعری و بگیم عازری و مدخلی و غیره، این خوبسا همه اینها جهمی است. و یک قنات دیگر دارد، قنات چپ، این قناتش شیطان، این قنات شیطان خوارج است. و در مسئله حکم هم جهمی و هم خوارج به ظاهر انسان حکم نمیکنند. جهمی ها را نظر بکنید، به قلب انسان حکم میکنند. کفر اکبر و شرک اکبر را بینند، میگویند که ما یک انسان
کفر اکبر و شرک اکبر رو ظاهر کرده رو کفر نمیگوییم، تکفیر نمیکنیم. برای چی؟ میگن زیرا این در قلبش ایمان است، به قلب انسان حکم میکنه. ما به او سوال میکنیم که تو قلب یک انسان رو از کجا فهمیدی؟ مگر به تو وحی آمد؟ به نزد رسول الله جبرئیل آمدند، به نزد تو کی آمد؟ تو از کجا فهمیدی قلب او رو؟ الله سبحانه و تعالی خبر داد که غیر از الله از قلب انسان کسی نیست. ببینید این گمراهان رو، این جهلا رو جواب داده نمیتوانند و تو رو تکفیری میگویند. جواب اینها تکفیری است. تکفیری میگن فرار میکنند، به مانند خری که وقتی شیر را میبیند فرار میکند، فرار میکند. و این چنین خوارج را نظر بکن. خوارج یک نفری که مسلمان است، نماز خونده شده است، این را کافر میگه. وقتی که به خوارج گفتی که چرا نمازخوان را که کفر اکبر شرک اکبرش رو ندیدی تکفیر کردی، او میگه این در قلبش کفر است. خوارج میگه این در قلبش کفر است. بخاطر میگه که آخر قلب او رو از کجا فهمیدی؟ عیناً خوارج هم به مانند جهمی به تو جواب گفته نمیتواند. به مانند خری که از شیر فرار میکند فرار میکند، لیکن پیش از فرار تو را جهمی میگوید. برای همین ما اهل سنت و الجماعت رو خوارج ها از یک جانب جهمی میگویند، زیرا که ما به اونها رد میزنیم در مسئله حکم بالظاهر. به قلب انسان نظر کرده مردم کافر نگوید خوارج ها، میگیم اونها ما رو جهمی میگن. و به جهمی ها رد میزنیم که جهمی ها به قلب انسان حکم کرده ظاهر مشرک بوده رو شما مسلمان نگوید، اونها ما رو خوارج میگن. ما وسط هستیم. ما وسط از همین جهت از دو جانب ما لط کوب میشویم، از دو جانب به ما تهمت و بهتان میاد. از جانب خوارج ها ما رو جهمی میگن، از جانب جهمی ها ما رو خوارج میگن. خیلی که خود شما یک چند سال است الحمدلله مشاهده کردید. اما خوارج ها هرگز به جهمی های حقیقی رد هم نمیزنند، کار هم ندارند، روبرو هم نمیشوند. و عیناً جهمی های حقیقی، این جهمی های خوبسا بگویم، به خوارج های حقیقی هرگز روبرو بحث مناظره ندارد. فقط در بین ما رو خوارج ها ما رو از این طرف میزند، از این طرف جهمی ما رو میزند. اگر ما نباشیم، تصور کنید که ما اهل سنت و الجماعت نباشیم، خاموش باشیم، والله خوارج ها و جهمی ها به هم دیگر پروا ندارند. هم خوارج و این هم جهمی ها تنها به اهل سنت هجوم میکند. چرا؟ برای آن که یگانه مذهبی که ریشه خوارج را خوش میکند و نابودش میکند و ریشه جهمی ها را به تبر میزند و خوش میکند و ریشه اونها را نابود میکند. هر دوی مذهبی باطل را تیت و پیت و پراکنده و چاش و پاش و ریزه میکند. این مذهبی حق، فرقة ناجیه، طائفة منصوره، اهل السنت والجماعه است. ما به عباره لهجوی تاجیکی بگم، ما اهل سنت هم خوارج و هم جهمی ها رو چی میکنیم؟ تیت و پیت میکنیم. برادران ایرانی افغانستان اگر گوشن یعنی تیت و پیت یعنی ریزه اشون میکنیم، میده و چاش و پاش و اینها را شکست میدیم، پیش اینها را ما فقط میگیم. برای همین اینها به ما هجوم میکنن. الحمدلله ان شاء الله من اگرچه مقصدم 5 دقیقه 10 دقیقه در این مسئله صحبت کردن بود، لیکن ببینید که الحمدلله خیلی زیبا برآمد، خیلی زیبا برآمد. اگرچه از نظر دلیل ها رو خیلی هم کمتر بیان کردیم، عادتا بسیارتر به فهمانده دهی مشغول شدیم، لیکن خیلی زیبا برآمد به فکر من. از همین جهت برادرانی که همین حاضر صحبت های ما را تسجیل کرده هستند خواهش میکنم که همین صحبتی که درباره حکم ظاهر کردم جدا کنید برادرها، به همین گروه گذارید. حکم بالظاهر، رد به عاذری ها، رد دو به عاذری ها، حکم به ظاهر گفته خواهش میکنم گذارید. این خیلی هم مفید است، این خیلی هم مفید است. بدانید که ما منهجمون به ظاهر حکم کرده است، به ظاهر انسان. اما این
منهج قنات شیطان جهمی ها و قنات شیطان خوارج ها به قلب است. خوارج ها به قلب تکفیر میکنن، جهمی ها به قلب مسلمان میکنن. لیکن الحمدلله مقصد ما که رد نبود، لیکن الحمدلله خیلی زیبا برآمد. این رو همچون جواب این جمعی ها میگیم، خواهش میکنیم که به این گروه بگذاریم. یک بار تسجیلتون کشید برادر، کی باشید هم من درس شروع بکنم.